دادستانی ولایت مسکو روسیه پرونده جنایتی غارت قریب 100 میلیون روبل پول نقد از همسر بیوه‌مانده آوازخوان شناخته روس الکساندر گراتسکی را به دادگاه سپرده است. مرکز مطبوعات دادستانی روز 2 آگوست سال 2022 خبر داد که عیبنامه نهایی نسبت به یک اشتراکچی این حمله غارتگرانه تصدیق کرده شد. در رابطه با این حمله پر سر و صدا تا امروز تنها یک نفر ساکن 27 ساله دهه غزنترک نویای دوشتیچ تاجیکستان امیدجان جباروف دستگیر شده است. او به غارتگری عیبدار می شود. پرونده جنایتی برای بررسی به دادگاه شهر نرفامینسکی ولایت مسکو فرستاده شد. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی رسانه‌های روسی قبلا از قبل منابع نزدیک به تفتیشات خبر داده بودند که امیدجان جباروف بعد حبسش دست داشتن خود در این جنایت را به گردن گرفته گفته است که می‌خواست کمتر پول کار کند. بنا به گزارش‌های قبلا نشر شده در این کار 4 زاده تاجیکستان دست داشتند که یکی از آنها امیدجان جباروف دستگیر شده، 3 تای دیگر به بلاروس و تاجیکستان فرار کردند. گفته می شود که حملگران بعد غارت 100 میلیون روبل پول را بین خود تقسیم کردند و از جمله به امید حدود 10 میلیون روبل دادند. او به 2 میلیون روبل از این پول زود مدل آخرین ماشین تویوتا کمری را خریده کوشش فرار به تاجیکستان کرده است. امید به این مقصد تا ولایت سمر رفته است ولی از مرز روسیه با قزاقستان گذشته نتوانسته به مسکو برگشته است تا کسی را پیدا کند که او را از مرز گذراند. ولی شام 24 ینور امیدجان جباروف در ایستگاه متروی میندلیفسکا مشاهده کرده در همانجا دستگیر کردند. الکساندر گراتسکی آوازخوان و آهنگساز شناخته روس 28 نوامبر سال 2021 در سن 72 از عالم چشم پوشید. روز 16 ینور سال 2022 در حدود ناحیه نرفامینسک ولایت مسکو 3 مرد مسلح بر قصدانه صدمه تشکیل کرده به ماشین زوجه گراتسکی مارینا کاستاشنکا نشستند و مجبورش کردند که به خانه‌اش برگشته قریب 100 میلیون روبل پول نقدی را که در خانه داشت برآورده به آنها دهد. غارتگران سپس کاستاشنکا را مجبور کردند که آنها را به ماشینش تا اپریلوفکا برد. در اینجا یغماگران از ماشین او فرآمده به یک ماشین دیگر نشستند ولی قبل از فرار 5 میلیون روبل کاستاشنکا را به او برگردانده مصلحت دادند که با این پول چه خیلی که دلش میخواهد زندگی کند.